خب به نام خدا با جلسه 22 در خدمتتون هستیم. امروز مبحث لرنینگ رو شروع می‌کنیم. ما یه مبحث قبل از این گفتیم به اسم سامپلینگ، درست؟ ما اگر خاطرتون باشه در حقیقت یک تاب احتمال داشتیم ما یک تابع احتمال داشتیم به اسم x x که میشه چی؟ پی x1 x2 تا مثلا xd، یعنی چی؟ این x در حقیقت بردار دیگه x آزاد. خب معمولا هم اینو پارامترایز میکردیم دیگه، یعنی پی یه سری پارامتر داشت، پی تتا x. حالا ما میتونیم به صورت یه تابع نشون بدیم دیگه، یعنی یه تابعی از انگار یه تابعی از تتا و x رو میگیره، احتمالش رو میده با توجه به دقیقت تتا، این میاد یک چیزی تعریف میکنه و اینو جورای مختلف مثلا مینویسیم دیگه، میگیم پی x و تتا، که این به این معنی است که تتا پارامتر دیگه، جزء حقیقت پروبابیلیتی نیست، قسمت پروبابیلیتی، یا مثلا یه x به شرط تتا هم مینویسن. حالا پارامترها گفتیم دیگه، بیزیان نتورک ساده ترینش چی بود؟ تیبل رپرزنتیشن بود، یعنی احتمال هر حالت رو میدادیم، یا جورایی دیگه میتونست گوسی باشه. توی MRF هم گفتیم مثلا خیلی وقتا به صورت مدل‌های لاگ لینیر هست. خب حالا ما توی سامپلینگ چی داشتیم؟ ما در حقیقت این پی تتا x رو داشتیم. پس پی تتا x در حقیقت ما میدونیم چیه؟ در حقیقت نون. بعد ازش چیکار میکنیم؟ سامپل میگرفتیم، درست؟ یه سری سامپل میگرفتیم، بهش بدیم x1 x2 تا xm، اینا همشون عضو آر دی ان، یعنی هر کدومشون دی تا در حقیقت چیز دارن، دی تا المنت دارن. خب این در حقیقت بحث سامپلینگ بود. این سامپل ها چی بودن؟ احتمال تولید شدنشون مطابق این بود، درست؟ خب ما توی لرنینگ برعکسه، پس این میشه سامپلینگ. لرنینگ چیه؟ لرنینگ ما یه سری دیتا داریم، دیتا در اینا رو انگار داریم ها، x1 2 x m. این دیتا در حقیقت ما فرض میگیریم این دیتا یه دیستریبیوشنی دارن، یه توزیعی دارن، معمولا هم توزیعشون توزیع پیچیده‌ایه و از یک در حقیقت دیستریبیوشنی تولید شد، درست؟ پس اینا چی هن؟ این دیتا ها رو ما داریم گیون مثلا یا نون. اون موقع چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم تتا رو پیدا کنیم، پی تتا x رو پیدا کنیم، درست؟ خب این که پی تتا x چی باشه دو حالت داره. یه زمانی ما در حقیقت تتا رو داریم، ببخشید پی رو داریم، یعنی فرم این رو داریم. مثلا فرض کنید یه مارکوف رندوم فیلده که به فرم گرید هست، درسته؟ پیروایزه و اونا پارامترایز شده، فاکتوراش پارامترایز شده، یا مثلا سی پی دی، مثلا یه بیزیان نتورکی که سی پی دی هاش پارامترایز شده، حالا با تیبل رپرزنتیشن یا گوسی یا هر چیز.
و ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این تتا رو پیدا کنیم. بنابراین میخوایم از تتا، پس چی؟ این فایند تتا، فایند پی تتا اکس دو جوره. یه زمان ما استراکچر رو میدونیم ولی میخوایم تتا رو پیدا کنیم، دقیقاً پارامترهای این رو پیدا کنیم. که مثلا میگم پارامتر لرنینگ یا پارامتر استیمیشن. پارامتر لرنینگ. یه زمانی هست که ما نه میخوایم خود تتا رو پیدا کنیم، درست؟ یعنی استراکچرش رو، حتی فرمولش رو، فرمش رو هم پیدا کنیم. پس چی؟ find structure به علاوه پارامترش. درست که دقیقاً استراکچر چی میشه؟ مثلا میتونه برای بیزیان نتورک چی باشه؟ مثلا directed edges چجوری باشن؟ اج ها چجوری بین متغیرها در حقیقت قرار بگیرن. یا اینکه چی؟ مثلا برای مارکوف نتورک یا اماره مثلا اج های undirected باشه. حتی میتونه فرم در حقیقت اون سی پی دی ها باشه. حالا دیگه اون رو ما حتی ما مثلا رو فرمش هم میتونیم لرن کنیم. مثلا فرمولش چی باشه؟ کی گفته مثلا اینا لاگ لینیر باشن حتما؟ ممکنه بتونیم لرن کنیم. خب ما فعلا میخوایم راجع به پارامتر استیمیشن صحبت کنیم. پس الان مبحث اون چیه؟ یادگیری پارامترها. چجوری پی ایکس رو پیدا کنیم؟ در حقیقت میخوایم چجوری تتا رو پیدا کنیم؟ فایند تتا. پس تتا پارامتر میخوایم پیداش کنیم. ببین چجوری؟ خب یه راهش اینه که در حقیقت من یه تتایی پیدا کنم. خب بگیم فایند تتا that maximizes the probability of occurrence با A می نیستن یا E of x1 x2 در حقیقت این دیتا همون دیگه تا xn. درست؟ ما یه تتایی میخوایم پیدا کنیم که چی؟ احتمال اینها رو در حقیقت بیشی نمیکنه. در حقیقت تتا چیه؟ تتا میگیم مساوی آرگ مکسه. این تتای بهینه در حقیقت آرگ مکس چیه؟ احتمال اتفاق افتادن x1 x2 تا xn. درست؟ در حقیقت احتمال اتفاق افتادن اینها رو میخوایم آها بله سی هم یه دونه است دیده دو تاست همیشه دیگه چیزم مشکل داشته املا. خب به هر حال بریم اینجا. خب این رو حالا چی کارش کنیم؟ چجوری این احتمالات چیز کنیم؟ یه مدل هم داریم در حقیقت. مدل رو جوری طراحی کنیم که احتمال اینا چی بشه با توجه به اون مدل. خب با توجه به اون مدل احتمال این، یعنی احتمال اینها تو اون مدل، نه احتمال کلیشون رو کار نمی‌کنه، احتمال اینها تو اون مدل در حقیقت میخوایم بیشینه بشه. خب اینجا باید یه فرضی بکنیم. اگه بخوایم جلو بریم معمولا یه فرضی میاد، بدون این فرض هم میشه ولی یکم مشکل تر. اونم اینه که x1 تا xn های آیدی هستن. x1 x2 تا xn
ID samples of some distribution مثلا PX. خب اگه اینجوری باشن اینا دقیقاً از هم مستقل باشن، همشون سمپل هایی از یک پروبابیلیتی باشن، ما میتونیم فرض کنیم که به این صورت دقیقاً پروبابیلیتی احتمال وقوع x1 x2 تا xn چون ایندیپندنت هن، درست؟ چون x ها چی هن؟ ایندیپندنت. میشه چی؟ میشه ضرب احتمال وقوع تک تکشون دیگه، درست؟ میشه probability x1 ضرب در احتمال وقوع x2 تا در احتمال وقوع xn. درست. خب حالا احتمال وقوع اینها با توجه به اون تتا چی میشه؟ دقیقاً آیدنتیکال دیستریبیوتد هم هستن، درست؟ هستن که all are samples from p تتا x. حالا با یه تتای درستی در تتا x هست، درست؟ همشون سمپل های همون دیستریبیوشن. میشه چی؟ میشه پی تتای x1 ضرب در پی تتای x2 تا پی تتای x. درست؟ در حقیقت حالا چی؟ بس xm بود، m تا سمپل داریم، بالا m تا نوشته بودیم اینجا هم m بنویسیم، مثل هم باشه. میشه چی پس؟ میشه در حقیقت ضرب i از 1 تا m تتای x. خب معمولا مثلا دیتا رو ما با دی نشون میدیم دیگه، این اسمشو بذاریم دی دیتا. این چی میشه پس؟ این یک تابعیه از چی؟ از یکی پارامترها و یکی دیتامون، درست؟ پس در حقیقت این پارامترهاست، این هم دیتا. خب به این میگیم چی؟ حقیقت ال تتا و دی، که حالا خیلی وقتا دی رو نمی نویسیم، میگیم ال تتا، تابعی از تتا، چون دیمون ثابته دیگه، میدونیم چیه، خیلی وقتا دیگه این دی رو نمی نویسیم. به این میگن چی؟ تابع لایکلیهود فانکشن. خب ما پس معمولا میخوایم تتا رو یه جوری پیدا کنیم، حالا این که چی؟ تابع لایکلیهودمون ماکسیموم بشه، درست؟ یعنی تتای مدلی در حقیقت پیدا کنیم که این احتمال وقوع این داده ها توش بیشینه. حالا این پی تتا میتونه یه بیزیان نتورک باشه، میتونه یه مارکوف رندوم فیلد باشه، میتونه مدل های دیگه باشه. خب ما چیکار میکنیم؟ در حقیقت یه راه برای اینکه تتا رو انتخاب کنیم اینه که این لایکلیهود رو ماکسیمایز کنیم، گفتیم دیگه، در حقیقت تتایی پیدا کنیم که لایکلیهود رو ماکسیموم کنه. بنابراین چی میشه؟ در حقیقت میشه آرگ مکس آی از 1 تا m پی تتای x i ها رو داریم، دیتامونه و تتا میشه آرگ مکس این. به این هم میگیم جواب مکسیموم لایکلیهود، درست؟ مکسیموم لایکلیهود سولوشن. خب بریم یه مثال بزنیم. فرض کنید که من
یه سکه رو میندازم. یه سکه است که مطمئنم نیستیم که احتمال شیر و خطش یکسان باشه. فرض کنیم احتمال شیر و خطش به صورت پیش‌فرض یکسان نیست. خب ما میخوایم به دست بیاریم احتمال شیر چقدره، احتمال خط چقدره. میندازیم سکه رو. درست؟ مثلا دوبار شیر میاد، بعد مثلا خط میاد، شیر خط یا هد و تیل. همینجوری دیگه. ام تا دیتا داریم، هر کدومش یا اچ یا تی. دو حالت داره. خب ما چجوری پارامترایز کنیم؟ میتونیم بگیم احتمال شیر اومدن یا احتمال مثلا هد میشه چی؟ اسمشو بذاریم تتا. درست؟ این میشه پارامترمون. مثلا احتمال خط اومدن میشه 1 منهای تتا. حالا بیایم لایکلیهود رو برای این حساب کنیم. ببینیم که چی میشه. پس من چی دارم؟ قطع شد. بسله؟ دارم بسله. خب من پس چی دارم؟ پس من یک داریم x1 x2 تا xm مثلا هد تیل هد الی آخر. بریم لایکلیهود رو حساب کنیم. میشه چی؟ لایکلیهود تتا هم چیه؟ تتا دست در احتمال هدمون، احتمالی که x بشه هد. خب لایکلیهود چی میشه؟ لایکلیهود تتا این تتا اومد دیگه. چی؟ سیگمای آی از 1 تا m در حقیقت احتمال اینکه x بشه چی؟ x بشه xi دیگه. درسته که xi یا هد یا تیل. درست؟ خب احتمال که x بشه xi چیه؟ احتمال که x بشه xi چی هست؟ بسیار xi چی باشه؟ یا تتا. درست؟ با احتمال چی؟ اگه xi مون هد باشه میشه تتا، اگه xi مون تیل باشه 1 منهای تتا. درست؟ پس این برای تتا ها میشه تتا، برای غیر تتا میشه 1 منهای تتا. بنابراین این احتمال چی میشه؟ اونایی که هدن میشه تتا، اونایی که تیلن میشه چی؟ غیر تتا. درسته؟ میشه دقیقا 1 منهای تتا. بنابراین این چی میشه؟ ضربش میشه تتا به توان تعداد در حقیقت xi مساوی هد ضرب در چی؟ 1 منهای تتا به توان چی؟ تعداد xi مساوی تیل. درست؟ خب که من اسم اینو تعداده، یعنی از بین اینا ببینید چند تا هد اومده دیگه. تعداد xi مساوی هد رو من میذارم اینه مثلا h، 1 منهای تتا رو میذاریم چی؟ ببخشید تعداد اونایی که تیل اومده میذاریم چی؟ nt. یا مسلما nh به علاوه nt میشه m مون. درست؟ جمع کل تعداد داده ها. خب این در حقیقت پس شد لایکلیهودمون. درست؟ خب اگه من داده ها جاشو عوض کنم لایکلیهود عوض میشه به نظرتون یا نه؟ فرق نمیکنه. درست؟ از اینجا هم معلومه، اصلا لازم نیست هد و تیل بگیم. از اینجا مشخصه دیگه، هیچ تفاوتی نمیکنه. خب حالا بریم ماکسیموم لایکلیهود رو حساب کنیم. نگاه کنید، بذارید حسی بگیم. مثلا حسی اگه خودت شما خب میخواستید بگید یه سری سمپل داریم، میخواستیم بگیم که با چه احتمالی مثلا تتا چیه؟ تتا رو چی تخمین میزنی؟ احتمالی که هد بیاد رو چی تخمین میزنی؟ آفرین NH تقسیم بر M دیگه. گفتیم این احتمال دقیقت، احتمالی که بیشتر احتمال داره. خب
حالا بریم پس این رو من ماکسیموم کنم ببینید چی میشه. بگیم ماکسیمایز لایکلیهود رو میخوایم ماکسیمایز کنیم ال تتا دقیقا میشه چی؟ ماکسیموم کنیم رو تتا تتا به توان NH به علاوه 1 منهای تتا به توان NT. خب چجور ماکسیمومش کنیم؟ مشتق بگیریم درسته دی به دی تتا ال تتا که چی؟ خب اینجا حتی ما چند حالت داریم ولی ما فعلا فرض میکنیم که NH صفر نیست. خب اگه NH صفر نباشه ما این چی میشه؟ میشه NH دقیقا مشتق این ضرب در مشتق این ضرب در این دیگه. مشتق این چی میشه؟ NH ضرب در تتا به توان NH منهای 1 ضرب در 1 منهای تتا به توان NT. خب به علاوه چی؟ مشتق این ضرب در این چی میشه؟ میشه تتا به توان NH. حالا مشتق این چی میشه؟ که NT ضرب در 1 منهای تتا به توان NT منهای 1 درست. ولی یه منفی هم میاد اینجا دیگه درسته یه منفی هم اینجا میاد به خاطر مشتقه. خب ما بتونیم چی دقیقاً از این دوتا مشتق بگیریم درست. فعلا فرض کنید که NH و NT بزرگتر از 1 صفر نیست هیچ کدومشون. فعلا فرض کنید that NH و NT بزرگتر از صفر. خب ببینیم این چی میشه. میشه تتا به توان NH منهای 1 ضرب در 1 منهای تتا به توان NT منهای 1 ضرب در چی؟ ضرب در اینجا دیگه. اگه از این من فاکتور بگیرم میشه چی؟ NH ضرب در 1 منهای تتا منهای NT ضرب در چی؟ تتا. خیلی خوب. خب ما چند حالت داریم دیگه. اول چند تا حالت داریم. نقاط بحرانی کریتیکال پوینتس رو باید چیکار کنیم؟ پیدا کنیم. خب اولا که تتا تو بازه 0 و 1 درسته؟ بازه 0 و 1 دیگه احتمال. پس من باید چیکار کنم؟ برای اواخر بازه چک کنم. درسته؟ چک فور 0 و 1 یا برای تتا مساوی 1 و 0 باید چک کنم. خب یکی اینه دیگه چی؟ دیگه مشتق این دیگه جایی که مشتق صفره. خب مشتق کجا صفر میشه؟ دوباره یکی جایی که تتا بشه صفر اگه این صفر نباشه که باز جز همین دوتا میشه دیگه درست؟ تتا مساوی صفر تتا مساوی 1 اینجا مشتق میشه صفر. یکی چی؟ این در حقیقت NH در 1 منهای تتا منهای NT در تتا بشه صفر. بنابراین چی میشه؟ در حقیقت این میشه NH منهای تتا در حقیقت اینجوری میشه دیگه NH میشه تتا در NH به علاوه NT درست. اینا ببرید اون وضع ضرب کنیم میشه. پس تتامون چی میشه؟ تتامون میشه NH بقیه NH به علاوه NT یعنی همون چیزی که دقیقاً همون چیز در NH بقیه M درست. خب
حالا فهم ما باید یه کار دیگه هم بکنیم اینجا. باید برای 0 و 1 هم بیام لایکلیهود رو محاسبه کنیم. درست؟ پس چی؟ ما 3 تا چیز رو باید محاسبه کنیم. تتا مساوی 0، تتا مساوی 1، تتا مساوی NH به M. اینجا باید ببینیم هر کدوم بیشتر بود اون میشه در حقیقت جوابمون دیگه. خب لایکلیهود چیه؟ ال تتا بود تتا به توان NH ضرب در 1 منهای تتا به توان NT. خب چی میشه این؟ میشه اگر تتا رو بذاریم 0 این میشه 0، اگر تتا رو بذاریم 1 این میشه 1. درسته؟ اگر من تتا رو بذارم NH به روی M چی میشه؟ میشه NH به روی M توان NH به علاوه چی؟ 1 منهای تتا. 1 منهای تتا چی میشه؟ میشه NT به روی M دیگه. درست؟ یا 1 منهای NH 1 منهای NH به روی M ضرب در NT. یعنی این چیه؟ این همیشه بزرگتر از 0. اگه NH و NT دقیقت 0 نباشن این بزرگتر از 0. درسته؟ اگر که if NH و NT بزرگتر از 0 باشن. اوکی. پس بنابراین تتا مساوی 1 هم میشه 0. خب بنابراین میشه چی؟ جواب ماکسیموم لایکلیهودمون. درسته؟ پس تتا استال من یه خورده دیگه خیلی دقت نکردم. اینجا میشد خیلی ریاضیاتیش نکردیم که. حالا اگه مثلا NT بزرگتر از 0 بود چی؟ اگه 0 بود چی؟ اینجور چیزا رو دیگه نگفتیم. ولی همش به همین نتیجه میرسه. دقیقاً جواب نهاییمون میشه NH به روی M یا NH به روی NH به علاوه NT. این میشه جواب ماکسیموم لایکلیهودمون و همون چیزی بود که حدس می‌زدیم. درست؟ خب بذار یک مثال دیگر ببینیم. مثال دیگه چیه؟ مثال دیگه در حقیقت اینه که گوسیاش. بذار قبلش این رو بگیم. نگاه کنید. ما گفتیم وقتی که میخوایم لایکلیهود رو ماکسیموم کنیم یه راه سادهش اینه که بیام یک تابعی در حقیقت از این رو ماکسیموم کنیم که چیه؟ به صورت مطلق صعودیه. درست؟ مثلا من بخوام ال تتا رو ماکسیموم کنم میتونم لگاریتمش هم ماکسیموم کنم. خیلی وقتا ما لگاریتم رو ماکسیموم میکنیم. چرا؟ چون اگه من لگاریتم این رو ماکسیموم کنم این ضربه تبدیل میشه به جمع و معمولا کار کردن با جمع راحت تره. هم از نظر ریاضی راحت تره هم از نظر محاسباتی. خب راحت تره، معمولا استیبل تره توی محاسبات. اسم اینو میذاریم لاگ لایکلیهود. حالا من با ال تتا نشون دادم. بعضیا مثلا با ال بزرگ چه میدونم لایکلیهود نشون میدم، با ال کوچیک لاگ لایکلیهود، ولی به هر حال مهم نیست. من با ال نشون میدم اینجا. در لگاریتم لایک. خب لگاریتم لایکلیهود چی میشه؟ لگاریتم لایکلیهود خب این جمع ضرب تقسیم تبدیل به جمع میشه دیگه. میشه سیگمای آی از 1 تا ام لگاریتم چی؟ تک تک اون پی تتا ها. خب حالا اگه من بخوام از این لگاریتم بگیرم از این تابع، درست؟ یعنی تتا به توان NH 1 منهای تتا به توان NT میشه چی؟ میشه NH تا لگاریتم تتا به علاوه NT تا لگاریتم 1 منهای تتا. درست؟ NH تا لگاریتم تتا به علاوه چی؟ NT تا لگاریتم 1 منهای تتا. خب این اگه مشتق بگیریم ازش چی میشه؟ از این بخوایم مشتق بگیریم چی میشه؟ خب این میشه 1 به روی تتا، این میشه منفی 1 به روی 1 منهای تتا دیگه. پس این میشه NH به روی تتا منهای NT به روی 1 منهای تتا. دوباره اینا رو اگه ضرب کنیم باز همون حالت به دست میاد. یعنی صورت رو اگه مساوی 0 قرار بدیم میشه NH به روی NH به علاوه NT. حالا حالات دیگه هم باید 0 و 1 هم تتا مساوی 0 و 1 هم باید چک کنیم دیگه. من نه مثل حالت قبل.
چون هم اینجا رو صفر میکنه هم که انتهای بازه است دیگه. خب ما یه چیزی داریم به اسم sufficient statistics. sufficient statistics چیه؟ نگاه کنید، ما یه دیتا داریم، خب ولی خیلی وقتا برای اینکه ما لایکلیهود رو محاسبه کنیم لازم نیست که تمام اطلاعات راجع به دیتا داشته باشیم. مثلا من اینجا چی رو لازم دارم راجع به دیتا که این لایکلیهود رو محاسبه کنم یا لایکلیهود رو NH و NT کافی بدونم چند تاشون شیر اومده چند تا خط اومده. لازم است دقیقاً اکس ها رو بدونم کدومش شیر بوده کدومش خط بوده. به این میگن sufficient statistics. یعنی چی؟ یا چه می‌دونم آمار کافی هر چی اسمشو بذاریم. یعنی چی؟ یعنی که اون مقداری از استاتیستیک یا اون مقداری از دانشی راجع به دیتا که برای چی؟ برای تعریف تابع لایکلیهود کافیه. مثلا اینجا NH و NT رو بدونیم لایکلیهود راحت تعریف میشه. بریم یه مثال دیگه، نورمال دیستریبیوشن. نورمال دیستریبیوشن به این صورت دیگه، حالا یک بعدیش 1/2 رادیکال پی سیگما ای به توان منفی 1 دوم x منهای میو برای سیگما به توان 2. ما میخوایم چیکار کنیم؟ دو تا پس پارامتر داریم، یکی واریانسمون یا استاندارد دیوییشنمون که سیگماست، یکی چی؟ میو دیگه. یه سری هم داده داریم x1 x2 تا xm. میخوایم چی؟ جواب ماکسیمم لایکلیهود رو پیدا کنیم. خب بازم به چه صورته؟ خب من اینجا نوشتم لاگ لایکلیهود تتا چی میشه؟ میشه سیگمای آی از 1 تا ام لاگ پی تتا. خب لاگ پی تتا لاگ این چی میشه؟ میشه منفی لاگ رادیکال 2 پی، درسته؟ منهای لاگ سیگما زائد لاگ این هم چی میشه؟ لاگ ای به توان لاگ هم من می‌نویسم منظورم اون ال ان. اینجا هر جا لاگ نوشتم منظورم همون ال ان. میشه چی؟ میشه ال ان این چی میشه؟ میشه خود این در حقیقت توانش. پس چی؟ میشه منفی لاگ رادیکال 2 پی منهای لاگ سیگما منهای 1 دوم چی؟ x i منهای میو به توان 2 برای سیگما 2. خب این که یه کانستنته در حقیقت ربطی به تتا نداره. تتامون چیه؟ تتامون اینجا چیه؟ تتامون از میو و سیگما، درسته؟ بعدی تتامون میو و سیگما. پس میشه یه کانستنت منهای ام لاگ در حقیقت سیگما منهای 1 دوم این دیگه. خب اینا من بازش کردم، میشه سیگما 2. اینو بازش کردم چی میشه؟ دقیقا اینجا هم بچه باید xi باشه دیگه، چون دادمون میاد جای x میشینه. پس میشه چی؟ xi منهای میو برای سیگما 2 که xi به توان 2 به علاوه میو به توان 2 منهای 2 میو xi. اینجا من یه جمع دارم دیگه، یه جمع دارم. خب این اولا میشه چی؟ جمع xi به توان 2 به علاوه این. اگه بخوام رو xi جمع بگیرم این منفی 2 میو میاد بیرون دیگه، میشه منفی 2 تا میو جمع xi به علاوه چی؟ m تا میو به توان 2. درسته؟ میو به توان 2 جمع گرفتیم میشه m تا میو به توان 2. این میشه تابع لاگ لایکلیهودم، درست؟ این برام چی؟ اینجا هم داریم m تا لاگ تتا دیگه، چون اینجا جمع بستیم، اینجا چون جمع بستیم این میشه m تا. پس میشه m تا لاگ در حقیقت سیگما. خب اگه دقت کنید من از دیتا کافیه چیا رو بدونم که بتونم این لاگ لایکلیهود رو محاسبه کنم؟ یکیش امه، بدونم چند تا داده دارم، درست؟ دیگه چی؟ آفرین، سیگمای داده هامو بدونم، جمع داده هام چی میشه و جمع مربعاتشون چی میشه.
این سه تا رو اگه من بدونم میتونم لازم کل دیتا رو بدونم. این سه تا رو اگه من بدونم میتونم کل دقیقاً لایکلیهود دقیقاً تابع لایکلیهودمو محاسبه کنم. پس سافیشن استاتیستیکس هم اینجا چی میشه؟ مجموع مربعات دادا، مجموع دادا و چی؟ تعدادشون. یعنی میشه سیگما آی از 1 تا m 1 دیگه. دقیقاً میشه تعدادشون. این میشه سافیشن. این سافیشن استاتیستیکس رو همیشه میبینیم توی لایکلیهود. همیشه اینها رو میبینیم. حالا بریم تخمین بزنیم. کار کنیم. خب من کافیه که این رو یه بار نسبت به میو مشتق بگیرم، یه بار نسبت به سیگما. دو معادله دو مجهول بهمون میده و چی اون دو معادله مجهول رو حل میکنیم، میو و سیگما به دست. ولی اینجا یه اتفاقی میفته. اتفاقش چیه؟ ما وقتی نسبت به میو مشتق میگیریم اون سیگما خط میخوره. درست؟ من اگه نسبت به میو مشتق بگیرم این سیگما که از دقیقاً میشه 0 نسبت به میو، اینم میره تو مخرج. چی میشه اینجا؟ این که میره میپره، این میشه منفی 2 تا این به علاوه 2m میو دیگه. درست؟ میشه منفی 2 تا این سیگما به علاوه 2m میو. این میشه 0. 1/2 تا سیگما 2 هم که هیچی. این خط میخوره بر فرض که سیگما 0 نیست. 2m میو که چی؟ 2 تا سیگما اکس آی. اینجا میو پیدا میشه، میو بهینه. حالا خیلی وقتا اینجوری نمیشه. ما وقتی دو تا پارامتر داریم نسبت به این مشتق میگیم و نسبت به اون دو معادله دو مجهول داریم، ولی اینجا دیگه یه مجهولمون حل میشه. یعنی میو استار میشه چی؟ یک امام سیگمای آی از 1 تا ام اکس آی. در حقیقت جواب ماکسیموم لایکلیهود برای میو شد چی؟ ایمپریکال مینمون، در حقیقت میانگین داده هامون. درست؟ خب حالا نسبت به نسبت به سیگما مشتق بگیریم. نسبت سیگما مشتق بگیریم. خب این میشه منفی ام 1 بر سیگما. این چی میشه؟ این تیکه که باقی میمونه میشه منفی 1 دوم. این میشه سیگما 3. درسته؟ یه منفی 2 هم میاد اینجا دیگه. یعنی این شکلی میشه. درسته؟ منفی ام بر سیگما منفی 1 دوم اکس 1 دوم ضرب در منفی 2 بر روی چی؟ این بر سیگما 3. خب اینجا من میو رو چون دیگه محاسبه شد میو بهینه، میتونم میو بهینه بذارم. دو معادله دو مجهوله دیگه، یه مجهولش پیدا شده. درست؟ این در حقیقت میشه میو بهینه که میشه جمع میانگین اکس آی. خب اگه این رو در حقیقت چیز کنیم، این تتا 3 رو ببریم و میشه ام تا سیگما 3 رو ببریم و ام تا سیگما 2 میشه جمع اکس آی منهای میو استار به توان 2. سیگما 2 چی میشه؟ میشه یک امام سیگمای اکس آی منهای چی؟ میو استار به توان 2. میو استارمون چی بود؟ این بود دیگه، جمع اکس آی. پس سیگما 2 رو به دست آوردیم. سیگما هم خب میشه رادیکال سیگما 2 دیگه. این واریانس میشه، این استاند دیوییشن میشه رادیکال واریانس. بنابراین واریانسش هم در حقیقت شد واریانس ایمپریکاله به اصطلاح دادم. این گوسی. یه مثال دیگه هم بزنیم. فرض کنید که من شیر و خط دارم. ببخشید یه تاس رو دارم میندازم. خب تاس چیه؟ چجوری پارامترایزش کنم؟ حالا فرض کنیم این تاس هم کیو تا مقدار داره که اینجا کیو 6. درست؟ پس یه چیز دارم که کیو تا مقدار میتونه داشته باشه. تتا چی میشه؟ میشه تتا 1 تتا 2 تا تتا کیو. چیکار میکنیم؟ میگیم تتا 1 میشه probability x مساوی 1، احتمال که 1 بیاد. تتا 2 احتمال اینکه 2 بیاد. تا تتا کیو احتمال اینکه چی؟ کیو بیاد. درسته؟ تاس میندازیم مقدارش میشه کیو. خب که این آخره میشه 1 منهای بقیه‌اش دیگه. یعنی این دیگه پارامتر آزاد نیست. کیو تا پارامتر داریم که جمعشون 1. سیگما کیو آی ها 1. خب اگه من تابع لایکلیهود رو اینجا تشکیل بدم، خودتون اگه تشکیل بدید چی میشه؟ میشه دقیقاً مثل اون شیر و خطه میشه تتا 1 به توان n 1. یعنی تتا 1 چی بود؟ احتمال اینکه 1 بیاد. به توان n 1 یعنی چی؟ تو دیتایی که
دیتایی که داریم چند بار یک اومده؟ Q2 به توان N2 تا Q به توان NQ. در حقیقت این میشه لایکلیهودمون. لایکلیهودمون خب میشه لاگ این دیگه، میشه N1 لاگ این، N2 لاگ این، N3 لاگ این الی آخر. پس لایکلیهودمون میشه چی؟ Ni لاگ تتا I. خب اینو رو اگه حل کنیم دو جور میشه اینو حل کرد. در حقیقت ما میخوایم چی؟ تتا 1 تا تتا Q رو پیدا کنیم که چی؟ سیگما J از 1 تا Q Ni لاگ در حقیقت Nj لاگ تتا J ماکسیموم بشه. البته با این قید که سیگمای تتا ها بشن 1. دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که از لاگرانژ مالتیپلایر استفاده کنیم اگه خونده باشید، یعنی با این قید، یا اینکه نه تتا کیو رو جزء پارامترها نذاریم، تتا کیو رو بذاریم 1 منهای بقیه‌اش. حالا هر کدوم از این کارها رو که بکنیم چی میشه؟ همونجور که حدس میزنیم جواب ماکسیموم لایکلیهودمون تتای جی استار چی میشه؟ میشه ان جی به روی چی؟ جمعشون دیگه، یعنی میشه ان جی به روی ام. درست؟ یعنی چند بار مثلا توی تاس اگه بندازیم بس کن میخوایم ببینیم احتمال 2 چقدره، میشه تعداد دفعاتی که 2 اومده به روی کل تعدادمون. این در حقیقت میشه جواب ماکسیموم لایکلیهود. بریم سراغ مسائل پی جی ام. پی جی ام معمولا چیه؟ ما معمولا تتای x1 تا xn داریم، درست؟ که این n هم بزرگه معمولا. خب و دیتایی داریم که دیتامون چی؟ دیتامون در حقیقت به این صورت دیگه، x1 x2 تا xn. x1 مون شامل چیه؟ کل این n تاست. x2 مون کل این n تاست، درست؟ xm مون کل این n تاست که این در حقیقت دیمنشن xm مون دیمنشن دیتامون زیاده. دیتامون به این صورت میشه، یعنی هر کدوم از دیتامون کل دقیقاً اینها رو داره. خب بریم سراغ چی؟ حالا یا این در حقیقت این پی تتا یا یه مارکوف رندوم فیلده که ان شاءالله جلسه بعد صحبت می‌کنیم، یا چیه؟ یه بیزیان نتورک. بریم حالتی که این بیزیان نتورک باشه. من تصویر بیزیان نتورک دارم، مثلا x1 2 3 4 مثلا چه میدونم x5. خب توی بیزیان نتورک هم حالا پی تتا چی میشه؟ پی تتا میشه تتا x که از چی؟ پی تتای x1 x2 تا xn. به چه صورت؟ پس که n تا نود من دارم دیگه، n تا نود، 3 تا مثلا xn. خب چی میشه این پی تتا؟ میشه بگیم که i از 1 تا n، بگیم حالا پی تتای xi به شرط چی؟ x پی آی که این چیه؟ دقیقا x پی آی parents of xi. خب و این دقیقا تتامون دقیقا تتاهای چیه؟ سی پی دی هاست دیگه. خب حالا بریم تابع مثلا لاگلیهود تا لایکلیهود رو اگه بخوایم چیز کنیم، فرض کنید که دادمون چیه؟ فرض کنید که دیتامون به این صورته. دیتا در حقیقت از چی؟ x1 x2 تا xm
x1 x2 تا xn که در x1 هم چیه در حقیقت؟ x1 هم اینه دیگه، x1 هم خودش x1 x2 تا xn، پس x2 هم همینطور x1 x2 تا xn و این آخر xm هم همینطور خودش n تا قسمت داره دیگه، x1 x2 تا xn. درست؟ این در حقیقت میشه x1 داده یکمون، داده 2 داده m. خب این چی میشه؟ در حقیقت لاگلیهود تتا. تتا کجاست؟ تتا تو سی پی دی هستی، چون ما اینو با سی پی دی ها نشون میدیم. درسته؟ حالا ممکنه هر سی پی دی تتای جدای خودش رو داشته باشه و در حالت کلی تابعی از کل پارامتران دیگه هر کدوم از این. خب میشه چی؟ لاگلیهودمون میشه سیگمای بگیم مثلا k از 1 تا m لگاریتم چی؟ لگاریتم پی تتامون دیگه، پی تتای x k ببخشید. پی تتا x k چی میشه؟ میشه همین، فقط به جای x توش x k میذاریم. درست؟ یعنی چی؟ میشه سیگمای در حقیقت k از 1 تا m لاگ، یعنی k همون دادمونه دیگه، لاگ پی تتای xi به شرط x pi برای چی؟ داده k همون، داده k همون. درست؟ که میشه چی؟ چرا نذاشتم؟ i از 1 تا n. خب که لاگ ضرب میشه ضرب لاگ ها دیگه. پس من اینجا دو تا جمع انگار دارم. یه دونه جمع دارم روی k از 1 تا m، یه دونه جمع هم دارم برای چی؟ روی هر متغیری، هر متغیر به شرط پرنتش. درسته؟ i از 1 تا n لگاریتم چی؟ پی تتای xi روی xpi k بنابراین من اگر بیام و چیز کنم، اگر بخوام در حقیقت تتای بینه رو پیدا کنم، باید مشتق بگیرم. از این باید مشتق بگیرم نسبت به تک تک تتا. درسته؟ خب که حالا این جورای مختلف میتونه باشه دیگه، ولی یه حالت ما در حقیقت یک حالت رو بزنید در نظر، دو حالت رو در نظر بگیرید اینجا. بزنید یه حالت خاص رو در نظر بگیرید و اون حالتیه که هر سی پی دی تتای خاص خودش رو داشته باشه. درست؟ پس یه حالت اینه که چی؟ هر کدوم از سی پی دی ها مستقل باشه پارامتراشون از سی پی دی های دیگه. ببینیم چی میشه. پس چی؟ این حالت یک. Each CPD has its own parameters. در حقیقت چی؟ من به تعداد CPD هم انتاست دیگه. درسته؟ در حقیقت تتام چی میشه؟ میشه تتا 1 تتا 2 تا تتا n. درست؟ و
سی پی دیم چی میشه در حقیقت پی تتای اکس آی به شرط اکس پرنت آی. خب این فقط به این تتای به این تتای آیون بستگی داره. میشه چی؟ در حقیقت پی تتا آی اکس آی به شرط اکس پرنت. درست؟ اگه اینجوری باشه این تابع لاگ لایکلیهودی که این بالا داریم چی بود؟ اینجا لاگ لایکلیهود تتا برابر میشه با چی؟ برابر میشه با که این بود دیگه. دو تا سیگما ما داشتیم، سیگمای آی از 1 تا n، سیگمای k از 1 تا m لاگ چی؟ تتای x آی به شرط x آی که برای داده کیون. اینجوری میشه دیگه. اولا به نظرتون بچه ما میتونیم جای این دوتا سیگما رو عوض کنیم یا نه؟ میتونیم، درسته؟ چون این n ربطی به این m نداره، یعنی n ربطی به k نداره. اگه n به k ربط داشت نمیشد عوض کرد، یعنی کران پایین یا بالاش، ولی چون ربطی نداره میشه جاشون عوض کرد. جمعه دیگه، دوستان جمعه. مثل یه ماتریس، مثلا شما یه ماتریس رو میتونید کل المنتاش رو جمع کنید، میتونید ستوناش رو جمع کنید بعد سطراش رو یا سطراش رو جمع کنید بعد ستونی جمع کنید. خب بریم اینجا. خب این چی میشه در حقیقت؟ میشه دابل سیگمای از 1 تا n میشه لاگ. خب این دیگه میشه پی تتا آی، فقط به تتا آی بستگی داره. k x p i اینم k از 1 تا n. اوکی. خب اگه من بخوام نسبت به یکی از این تتاها حالا مشتق بگیرم، درست؟ نکن به اینم ما میگیم نگاه کن، بزنید یه بار جای این دوتا رو عوض کنم. بگیم آی از 1 تا n مایه k از 1 تا m لاگ تتا آی به توان k روی x پی آی به توان k. درست؟ به این نگاه کن، این یه شبیه لاگ لایکلیهوده ولی برای یه دونه سی پی دی. می‌بینید سیگمای لاگ پروبابیلیتی هست دیگه. خب این دقیقاً شبیه لاگ لایکلیهوده. برای این میگیم لوکال. می‌بینید سیگما رو دیتا برای این اینو بهش میگیم لوکال لاگ لایکلیهود. ضرب اینا هم میشه دقیقاً لوکال لایکلیهود. جمع لوگاریتمش میشه لوکال لاگ لایکلیهود. و خب الان ما این رو داریم. حالا بریم این رو چیکار کنیم؟ مشتق بگیریم. درست؟ مشتق اگه بگیریم یعنی چی؟ مشتق جزئی دیگه. اصطلاح پارشال به پارشال تتا آی. درست؟ مشتق جزئی نسبت به تتا آی بگیریم. ال تتا دقیقاً اینه دیگه.
در ال تتامون چی هست؟ تتا 1 تتا 2 تا تتا n. لایکلیهود یه چیزه. خودم تتا هم ممکنه چی باشه؟ هر کدومش مثلا چند بعدیه دیگه. خب ببینید چی میشه. خب اگه من اینجا بخوام نسبت به تتا آی مشتق بگیرم چه اتفاقی میافته؟ تمام اینها چی میشه؟ آی هایی که مساوی تتا آی نباشه از بین میره. بذار من اسمش بذارم مثلا تتا جی که نسبت به تتا جی مشتق. خب آی هایی که مساوی جی نیست این میشه صفر دیگه، چون این تابعی از اونها نیست. درسته؟ پس چی میشه؟ میشه سیگمای k برابر است با از 1 تا m در مشتق به تتا جی لاگ تتای آی کی به روی اکس کی. درست؟ چی میشه؟ k از 1 تا m لاگ اینه دیگه. درست؟ میشه 1 به روی این و پی تتای آی کی به روی لاگ این به روی چی؟ مشتق این دیگه. در تتا آی بوده البته. تتا جی در حقیقت میشه. درسته؟ تتا جی مشتق به در سیگما جی پی تتا جی اکس آی به روی اکس پی آی به روی چی؟ در دال کی. اینو باید مساوی صفر قرار بدیم و ببینیم که تتا جی چی میشه. درست؟ پس چی؟ اگر که من هر سی پی دی تتای خودش رو داشته باشه، درست؟ اولا که لاگ لایکلیهود چی میشه؟ فکتورایز میشه یا به صورت جمع میتونه بشکنه به صورت چی؟ جمع یه سری لوکال لاگ لایکلیهود. و هر تتایی رو من مستقل به دست میارم توی بیزیان نتورک. درسته؟ پس چی؟ دقیقا each theta j can be found independently of other theta i's. خب آره خود تتا جی هم باز ممکنه چند تا اصلا چیز باشه. درست من نوشتم مشتق نسبت تتا جی، ولی تتا جی میتونه چند تا متغیر باشه. یعنی این یه بردار میشه گرادیان نسبت به تتا جی عملا. خب بذار بریم gradient with respect to j. ولی خوبیشه که من هر تتا جی میتونم مستقل به دست بیارم. درسته؟ اینو لوکال لایکلیهود رو مشتق میگیرم و به دست میارم. ما اگه تیبل رپرزنتیشن داشته باشیم بازم ساده تر میشه. خب مثلا فرض کنید که من یه همچین چیزی داریم.
خب اگه من تیبل رپرزنتیشن داشته باشم خیلی در حقیقت این راحت تر به دست میاد. مثالشو بزنیم. خب فرض کنید که من تیبل رپرزنتیشن داشته باشم، درسته؟ پس چی؟ No shared parameters among CPDs به علاوه تیبل رپرزنتیشن ببینیم چی میشه. اینجا چه اتفاقی میافته. نگاه کنید. فرض کنید که من یه همچین چیزی دارم، مثلا یه جای من یه سری چیز دارم، مثلا یه سری نود دارم. یه جای نودام این شکلیه، درست؟ X Y Z فرض کنیم. خب که مثلا X میتونه مثلا عضو چه میدونم 1 2 تا مثلا C باشه. با یا Z هم مهم نیست، مثلا فرض کنید که وای Z هم باینری مهم نیست، وای Z هم عضو صفری. خب ببینیم چی میشه اگه من تیبل رپرزنتیشن داشته باشم. ببینیم چی میشه. ببینید ما این X همه دیگه، X هم این شکلیه. پس CPD به این صورت میشه، درست؟ من این شکلی میتونم تعریف کنم. اسمشو بذاریم مثلا حالا تتا نذاریم، چی بذاریم؟ گاما مثلا. گاما آی مساوی میشه با چی؟ پروبابیلیتیه. گاما آی چند تا داریم؟ مثلا گاما آی 0.1 بذاریم اسمش. میشه چی؟ پروبابیلیتیه. این که اکسمون مساوی آی باشه، درست؟ به شرط اینکه چی؟ وای مساوی 0 و زد مساوی 1، درست؟ همینطور چیزای دیگه هم داریم دیگه، مثلا گاما آی 0 0، گاما آی 1 0، گاما آی 1 1. به همین صورت تعریف میشه، درسته؟ پروبابیلیتی که مثلا x مساوی آی باشه، آی به شرط y مساوی 1 و z مساوی 0 یا y مساوی 1 و z مساوی 1. درست؟ من 4 تا بس یه تعداد پارامتر دارم دیگه، درست؟ که خب من میدونم اگر سیگما رو آی اینها میشه 0، سیگما رو آی مثلا تتا چه میدونم 1 0 مثلا آی میشه 1، بقیه‌شون هم همینطور. خب حالا اگه من بخوام این رو چیز کنم، اگه من بخوام این رو بیام و مشتق بگیریم ازش، درست؟ لوکال لایکلیهود هم چی میشه؟ لوکال لایکلیهود ببینید چی میشه.
لوکال لایکلیهود هم میشه میام اینجا این لوکال لایکلیهود بودم که خاطرتون باشه. درست؟ دقیقاً کی فقط مربوط به این سی پی دی میشد. درست؟ یعنی چی؟ روی همون سیگمای کی برابر است با از 1 تا ام، از 1 تا ام که همون میشه از 1 تا ام. دقیقاً لاگ سی پی دی مون دیگه، لاگ این سی پی دی یعنی پروبابیلیتی x xi. درست؟ و به شرط چی؟ yi و z. این دقیقاً لوکال لایکلیهودمونه که من باید ازش مشتق بگیرم. درسته؟ میشه لوکال لایکلیهودی که دقیقاً داریم که این تابعی از چیه؟ گاما هاست دیگه. تابعی از دقیقاً گاما هامونه. درست؟ این 4 تا کل گاما ها. چند تا گاما داریم اینجا؟ 4 ضرب در 30 تا گاما داریم. درسته؟ خب حالا اگه اینو دقت کنید این چی میشه؟ این میشه که از 1 تا ام لاگ این چیه؟ گاما. درسته؟ x اگه وای آیمون 1 باشه اینم مثلا 1 باشه میشه گاما 1 دیگه. درسته؟ پس میشه چی؟ گامای y i z i i اگه دقت کنید. درسته؟ درست؟ یعنی این دوتا خب میان بسته به z و y چی باشن؟ z i دیگه میان اینجاها و x i هم دقیقاً این i اینه. کاش من i اینه x k اینجا ها، من چرا i گذاشتم؟ باید k بذارم. بعد k هم درست؟ خب ببینید این رو چجوری میشه نوشت؟ اینو یه جور دیگه میشه نوشت. کافیه که من بیام ببینم که تمام حالات خب در حقیقت تمام حالاتی که x و y و z میتونن بگیرن چیه؟ خب مثلا y و z میتونه 1 باشه، x هم 1، y و z دوتاش مثلا 0 x2، y و z دوتاش 0 x3. تمام حالاتی که x و y و z میتونن بگیرن. دیتا داریم. خب یعنی چی؟ یعنی این شکلی میشه. من میتونم اینجوری بگیرم. میگم که چی؟ میگم که خب y هم بذار حالا با y کوچیک نشون بدیم که y میتونه چی؟ از 0 باشه تا 1، z میتونه از 0 باشه تا 1. درسته؟ x میتونه چی؟ از 1 حرکت کنه تا m تا c. ببخشید 30 تا مقدار میتونه داشته باشه، از 1 تا 30. و این ضربه چی میشه در حقیقت؟ میشه لاگ خب سیگمای y z x. درست؟ ضرب در چی؟ ضرب در تعداد دفعاتی که این اتفاق افتاده. چی؟ xk مون شده x و yk مون شده این y که داریم روش جمع میبندیم و zk مون شده z. درست؟ اینو ما میتونیم این کار رو بکنیم. خب حالا اگه من مشتق بگیرم
پس چی میشه در حقیقت این دیگه n در حقیقت تعداد با دفعاتی که این اتفاق افتاده. درست؟ مشخصه یا نه؟ داریم روی این چیز میکنیم دیگه. فقط اومدیم چی اینا تمام حالات رو جدا کردیم، دیدیم تو سمپلامون چقدر در حقیقت این اتفاق میافته. درست؟ اینجا در حقیقت این اگه دقت خواستم بذارم این در حقیقت این میشه همون چی میشه این میشه sufficient استاتیستیک. استاتیستیک. خب بذاری تمام x و y و z. درست؟ برعکس اومدیم جمع کردیم دیگه، به جای اینکه رو دیتا جمع ببندیم رو کل حالاتی که x و y z میتونن اتفاق بیفتن جمع بستیم، بعد دیدیم تو دیتامون کدومش مثلا چند بار x k شده x خاص، y k شده y z شده z دیگه. اینو یه جور دیگه نوشتیم. خب حالا اگه من مشتق بگیرم نسبت به یکی از اینها چی میشه؟ بقیه اینها صفر میشن دیگه. فقط باید حواسم باشه که چی؟ جمعه. یعنی بازم انگار فاکتورایز شد. فقط باید حواسم باشه که جمع اینها میشه صفر. یعنی چی؟ مایه میشه یک ما روی x و لامدا y z x این میشه یک طبیعی یکه. اینو باید فقط حواسمون باشه. خب این در حقیقت یه سیگماست دیگه و دقیقاً مساوی، یعنی من میتونم یه بار برای این حالت، یه بار برای این، یه بار نسبت به این مشتق بگیرم به ازای تمام x i ها. دقیقاً مثل همون حالت انداختن تاس میشه. یعنی جواب ماکسیموم لایکلیهود هم چی میشه؟ ماکسیموم لایکلیهود هم به این صورت میشه دیگه. بگیم مثلا دلتای یه y و z خاص y z x چی میشه؟ میشه کل اونایی که y شده y و z شده x رو میشماریم در تعداد اونایی که در xk شده y yk شده y و zk شده z رو میشماریم. درست؟ و از بین اونا در کافی می‌بینیم چند تاش xk شده x. از بین اونها می‌بینیم این همون دقیقاً مثال انداختن تاسه دیگه. حالا اینو ما میتونیم با لاگرانژ چیز کنیم، یا اینکه بگیم x y z مثلا x مساویه چه میدونم c میشه یک منهای بقیهش. اما حالت انداختن تاس اونجا به جای c فقط q بود. حالتی که چی در حقیقت xk هم شده x و yk شده y و zk شده z. درست میشه در حقیقت اینو اینجوری شما. خب اینجوری هم میشه نوشت. نگاه کنید اگه بخواید مثلا ریاضیاتی بنویسید این شکلی میشه دیگه. چه سیگمایه میتونیم بنویسیم یک yk مساوی y خاص و zk مساوی z خاص. اینجوری هم می‌نویسیم. دیگه چی؟ دیگه یک xk مساوی x خاص و yk مساوی y خاص و zk مساوی z خاص. در میتونیم رو داده هامون پیش بریم. درسته بگیم k از 1 تا یک تا n ببینیم کدومشون اگه چیز باشه این میشه یک دیگه، ایندیکیتور فانکشن. درست؟ دقیقاً میشه تعداد اونایی که yk مساوی y و zk مساوی. خب
حالا بریم سراغ چی؟ آخرین حالت. فرض کنید که پارامترامون شیر نیست. فرض کنید که پارامترامون شیر نیست. اون موقع چی؟ ببخشید. فرض کنید که پارامترامون شیر هست. یعنی چی؟ من یه سری CPDI دارم که پارامترام شیره. درست؟ خب. مثل همچین حالتی. نگاه کنید ما یک همچین چیزی داریم. بذارید من مثالش رو بنویسم. دیگه تا 9:30 تمام کنیم. 22 صفحه 5. اینم آخرین حالتمون. برای مثال مثلا فرض کنیم پس ما شیر پارامتر داریم. shared parameters. این حالت رو در نظر بگیرید که من یک سری x دارم. اینو جای مختلف دیدیم دیگه. توی کالمن فیلتر مثلا دیدیم HMMA به همین صورت دیگه. همه اینا دقیقاً استیت ابزرویشن مدل دیگه. x تا x فرض کنید که n y1 y2 تا yn اینو داریم. خب CPD چیزمون چی میشه؟ بگیم مثلا پی تتای x و y x1 تا xn و y1 تا yn. این چی میشد؟ میشد خب میشه پی x1 درست پی x1 ضرب در چی؟ بگیریم مثلا i از 2 تا n یه xi به شرط xi منهای 1 درست. به علاوه چی؟ observation همون دیگه i از 1 تا n پی y i به شرط xi. خب این در حقیقت چی بود؟ CPD هم بود. خب ما مثلا خیلی وقتا گفتیم مثلا اینا همه یک پارامتر دارن. مثلا فرض کن من پارامتر این رو اسمشو بذارم آلفا، پارامتر این اسمشو بذارم بتا، پارامتر اینو بذارم گاما. و اینا چی؟ پارامترهای مشترک دارن. یعنی چی؟ تتا میشه چی؟ میشه آلفا و بتا و گاما. خب حالا من وقتی که لاگ لایکلیهود از این میگیرم، لاگ لایکلیهود چی میشه؟ چیز میشه بین اینها. درسته؟ پخش میشه بین اینا. یعنی اگه من بخوام لاگ لایکلیهود این رو بگیرم، لاگ لایکلیهود تتا، ببینیم چی میشه. لاگ لایکلیهود تتا میشه چی؟ میشه سیگمای لاگ اینها که باز میشکنه دیگه. دقیقاً میشه دقیقاً میشه یه لوکال لایکلیهود برای این میشه، یکی برای این میشه، یکی هم برای درست. بذار من اینا رو جدا بنویسم. ما خب k از 1 تا m لاگ آلفا x1 k با چه رنگی میشه آلفا رو نشون داد؟ آلفا این به علاوه این
خب این چی میشه؟ دوباره اگه بشکنیمش به همون صورت چی به علاوه این در حقیقت این شکلی میشه دیگه، میشه با k از 1 تا m i از 2 تا n لاگ درست پی در این پارامترش بتاست، پی بتای چی؟ xi به شرط xi منهای 1 که این xi کیومیه. به علاوه این یکی علاوه آی تا n از 1 تا m لاگ چی؟ بگیم پی گامای yi given x. اینجا در حقیقت ما 3 دسته پارامتر داریم. اینا بین این 3 دسته چی شد؟ بین این 3 دسته در حقیقت تقسیم شد دیگه. اونایی که پارامتر دارن جدا شد. نگاه کنید بازم من میتونم آلفا رو فقط اگه من نسبت به آلفا مشتق بگیرم اینا میشه 0. درسته؟ نسبت به بتا مشتق بگیرم میشه نسبت 0، نسبت گاما مشتق بگیرم میشه 0. در حقیقت هر دسته از اینا رو میشه جداگانه کرد. درست؟ فقط من در حقیقت باید مشتق بگیرم. مثلا الان فقط روی در حقیقت هر کدوم از اینها چیز نمیشه. یعنی من اگه مثلا مشتق بگیرم مشتق ال تتا نسبت به چی؟ مثلا فرض کنید بتا، خب میشه چی؟ اینا دیگه 0 میشن. درست؟ اینا 0 میشن. میشه سیگمای k از 1 تا m i از 2 تا n لاگ در مشتق نسبت به این میشه دیگه. میشه مشتق نسبت به این که میشه لاگ بذار بنویسیم نسبت به بتای لاگ پی بتای k و x i منهای 1. خب حالا فقط من اینجا 2 تا در حقیقت جمع دارم. درست؟ خب اگه من مثلا تیبل رپرزنتیشن اینجا داشته باشم، خب بنابراین باز هر کدوم از اینا میشه جدا به دست آورد. فقط جمع علاوه بر این که رو هر کدوم از سی پی دی هاست رو کل ایناست. یعنی تو اون جمعی که میخوایم مثلا نسبت بتا بگیریم علاوه بر این که رو هر کدوم از سی پی دی هاست روی کل اینها هم هست. درست؟ حالا اگه من تیبل رپرزنتیشن داشته باشم، ببخشید یکم طول کشید، ولی اگه من تیبل رپرزنتیشن داشته باشم ببینیم چی میشه. خب در حقیقت خیلی ساده میشه. خب خیلی ساده میشه اینجا. من میتونم چی بنویسم؟ مثلا بگیم که بتام فرض کنید که xi هام فرض کنید بین 0 و 1. درست؟ بتا رو من اینجوری میتونم تعریف کنم. مثلا بگیم بتا میشه بتا 0 و بتا 1. درست؟ بتا 0 چیه؟ بگیم بتای 0 0 بتای 1 0 بتای 1 1 بتای 1 و مثلا بتای 0 1 چیه؟ که احتمال اینکه x i k احتمالی که x i بشه 0 به شرط اینکه چی x i منهای 1 بشه 1. درست؟ و این دیگه فارغ از آیه.
چون shared parameter داریم دیگه، درسته، independent of I. خب بنابراین این به این صورت میشه، عملا این به این صورت میشه در لاگ لایکلیهودمون به این صورت میشه دیگه، در مثل همون حالت قبل، درسته. و جواب ماکسیموم لایکلیهودمون این شکلی در میاد اینجا. میگیم چی؟ ML سولوشن. حالا میتونید مشتق بگیرید ببینید، فقط این شکلی میشه در حقیقت. میشه مثلا فرض کنید که تای 0.1 بهینمون میشه چی؟ میشه تعداد دفعاتی که x آی شده تعداد دفعاتی که x آی منهای 1 شده 1 به روی تعداد دفعاتی که چی؟ x آی شده 0 و x آی منهای 1 شده 1. درست؟ یعنی من میبینم که تو کل اینا چند بار 0.1 اتفاق افتاده. درست؟ مثلا این 0.1 تو کل اینها بعد ببینیم که چند بار این اتفاق افتاده. اگه بخوایم به اون صورت بنویسیم، اون صورت چی؟ این میشه بشماریم که چند بار x آی منهای 1 شده 1 و چند بار و x آی منهای 1 شده 1. خب اینو بشماریم، ولی این دفعه رو چی میشماریم؟ دقیقاً سمپل هامون دیگه، اولا سمپل هامون چند بار این اتفاق افتاد. یه بار باید رو سمپل ها بشماریم دقیقاً کی از 1 تا m. یه بارم باید چی روی خود آی بشماریم، درسته؟ آی از 2 تا m. که حالا به این صورت میشه دیگه. خب. پس اینجا دقیقاً دیدیم که حداقل پارامترهایی که تو دسته های مختلف بودن بازم جدا شد. من بتا رو میتونم مستقل از بقیه چیکار کنم؟ بیام آپتیمایز کنم و گاما اینها رو مستقل از بقیه. خب حالا قبل از که تمام کنیم بحثو، دو تا مطلب مونه. یکی برای اینکه ام‌آر‌اف ها رو چجوری ما آپتیمایز کنیم. خب اونجا ام‌آر‌اف دقیقاً حالا می‌بینیم مشکل پیش میاد که دیگه این پارامترها نمیشه جدا کرد، اینا به هم وصل میشن یه جوری و نمیشه مستقل اینا رو دقیقاً پارتیشن فانکشن اینا رو به هم وصل می‌کنه. جلسه بعد می‌بینیم. بعد یه مسئله دیگه هم، اگر که شما مثلا مارکوف HMM در حقیقت هید مارکوف مدلز اینا رو خونده باشید، می‌دیدید که دیتامون به این صورت نیست که ما تمام x ها و تمام y ها رو داشته باشیم، بلکه تو دیتامون اینها رو داریم. درست؟ x ها رو نداریم. اون موقع چیکار کنیم؟ اگه کل دیتا رو نداریم چیکار کنیم؟ این هم در حقیقت موضوع جلسه بعدش. خب سوالی ندارید؟ شکر. فعلا پس خداحافظ.